زیر سقف آسمون یکی بود یکی نبود، تو خیال پروا جون قصه ای خوابیده بود. پروا جون قصه میگفت توی شب‌های دراز، ستاره چشمک زنون در جادو شده باز، در جادو شده باز. میدونم که منتظرید زودتر ادامه داستانمون رو بشنوید. پس بریم ببینیم بقیه قصه به کجا میرسه. هرچی جلوتر میرفتن، راه رفتن سخت‌تر و خسته کننده تر میشد. پاهاشون تو برف فرو میرفت و خسته بودن. کمی بعد ایستادن که استراحت کنن. تاسی با نگرانی گفت روکی توی برف فرو میره و نمیتونم درست ببینمش. الکسیا پیشنهاد داد چطوری که یه چراغ قوه به دمش ببندیم؟ یه بار شنیدم که به دم شترهای کاروان استرالیایی ها چراغ قوه بسته بودن. اینطوری دیگه از دیدمون خارج نمیشن. روکی در حالی که سعی میکرد سرش رو بیرون از برف نگه داره زیر لب گفت فکرشم نمیکردم این کوتاهی وحشتناک موهام یه سودی هم داشته باشه. گفتیم و انجام شد. تاسی چراغ قوه رو به دم روکی بست و ایستاد تا اون رو ببینه. تاسی به محض اینکه روکی رو این شکلی دید زد زیر خنده و روی برف بالا و پایین پرید. یه دفعه اتفاق وحشتناکی افتاد. شتلق! یخ با صدای وحشتناکی شکست و تاسی ناپدید شد. الکسی در حالی که تلاش میکرد برادرش رو بگیره فریاد زد تاسی نه! الکسیا به موقع نرسید. روکی واق واق میکرد و صدای اوی باد هنوز شدید بود. تاسی زیر آب ناپدید شده بود. چی کار میتونستن بکنن؟ الکسیا دستور داد زود باش روکی، دمت، چراغ قوه رو بنداز توی آب. روکی دمش و چراغ قوه رو داخل آب یخ انداخت و آویزون نگه داشت. نور چراغ قوه آب رو روشن کرد. تاسی دم روکی رو پیدا کرد و با تمام قدرت اون رو گرفت. با این کار الکسیا و روکی تونستن اون رو از آب بیرون بیارن. تاسی بیچاره از سرما کاملا کبود شده بود. دندوناش به هم میخوردن و صدای موتور میدادن. تتق 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 تتق. روکی پیشنهاد داد جعبه گنج رو باز کنیم. الکسیا براش دست زد. فکر خوبیه، شاید یه شنل جادویی دیگه اون داخل باشه. الکسیا با عجله جعبه رو باز کرد و دستش رو داخل اون برد. یه دفعه از جاش پرید. این چیه؟ روکی گفت بذار ببینم و دماغش رو برد داخل. گفت چی؟ نمیشه. الکسیا گفت چه عجیب. فلورستان گفت هرچی لازم داریم توی این جعبه هست، ولی الکسیا و روکی با هم فریاد زدن خالیه. تاسی با اینکه از سرما میلرزید کنجکاو شد که داخل جعبه رو ببینه. چه سورپرایزی! میدونید چی دید؟ یه آدم غریبه دید با صورت کبود و 2 قندیل که از دماغش آویزون شده بود. از ترس پرید و گفت اما یه لحظه بعد فهمید که چه اتفاقی افتاده. مرد کوچیک داخل جعبه خود تاسی بود، کبود و لرزان از سرما. تاسی با قهقه گفت ته جعبه یه آینه چسبیده. بعد از اون همه خنده تاسی ترسش رو فراموش کرد. بعد هم متوجه شد که دیگه سردش نیست. شنل جادویی هم دیگه خشک شده بود.
تاسی در حالی که خواهرش رو بغل کرده بود آروم گفت واسه ما خوب شد. داریم به هدفمون میرسیم. میتونیم انجامش بدیم. روکی حرفشون رو قطع کرد. یه صدایی میاد، ولی مطمئنم که صدای باد نیست. صدای هو نمیده، صدای لیرو لیرو میده. بچه ها پرسیدن چه صدایی میده؟ روکی با قیافه جدی گفت لیرو لیرو. مطمئنم. کر شدید؟ بچه ها دستشون رو پشت گوششون گذاشتن تا بهتر بشنون. روکی با گوشهاش به سمت کوه ها اشاره کرد. صدای لیرو لیرو از اونجا میاد. فکر کنم صدای موسیقی باشه. تاسی با خجالت اعتراف کرد. ولی من چیزی نمیشنوم. الکسیا تصمیم گرفت و گفت بیا به حرف روکی گوش کنیم. سگ‌ها شنوایی خیلی خوبی دارن. روکی گوشای تیزی داره و از همه ما بهتر میشنوه. روکی با افتخار گفت چون که ما سگ‌ها دقیقاً 17 تا ماهیچه برای حرکت دادن گوشمون داریم. تاسی تعجب کرد. 17 تا؟ تاسی تعجب کرد. 17 تا؟ من چند تا دارم؟ الکسیا دستور داد دیگه ساکت باشید. روکی دقت کن ببینم چی میشنوی. روکی دوباره گوش داد و گفت لیرو لیرو چن چن. اونجاست. مطمئنم. صدا هرچی نزدیکتر شد بچه ها هم تازه صدای آهنگی رو بین صدای وزش باد شنیدن. اول صدای گیتار، سپس صدای چان چان سنج و در نهایت صدای انسانها رو شنیدن. بچه ها با چراغ قوه هاشون علامت دادن. الکسیا داد زد سلام! کاوشگران گم شده شمایید؟ مرغای دریایی ما رو فرستادن که شما رو نجات بدیم. پس از چند لحظه صدای آهنگ قطع شد و صدای فریاد اومد. کی هستن؟ چی کار میکنن؟ از کجا میان؟ چطور اومدن اینجا؟ و کلی پرسش دیگه که بچه ها چون دور بودن نمیشنیدن. یه مرد با ریش سفید به سمتشون دوید. با هیجان زیاد گفت چه خوب که تا اینجا اومدید. باورم نمیشه. اسم من شکلتونه. بچه ها، من و دوستهام داشتیم از قطب جنوب میگذشتیم که کشتیمون با یخ برخورد کرد و شکست. غذامون تقریباً تموم شده و هیچی نمونده که باهاش زنده بمونیم. نمیدونستیم چی کار باید بکنیم. برای همین شروع کردیم به آواز خوندن تا گرم و با انگیزه بمونیم. تاسی گفت موفق هم شدید، چون که اگه صدای لیرو لیرو چان چان را نشنیده بودیم هیچ وقت پیداتون نمی کردیم. من بودم صداشون رو شنیدم. افتخارش رو مال خودت نکن. شکلتون گفت حقیقت اینه که هر چقدر اوضاع بدتر بشه باید خوشبین‌تر باشیم. و همه این جمله رو به خاطر سپردن. الکسیا گفت وقت برگشتنه، قایق رو صدا کنیم. بچه ها همونطور که فلورستان یادشون داده بود با روشن و خاموش کردن چراغ قوه ها علامت دادن. کمی بعد صدای سوت قایق رو شنیدن. قایق از بین ابرها می اومد و دور تا دورش مرغ‌های دریایی در حال پرواز بودن. الکسیا با خوشحالی گفت همه سوار بشید، برمیگردیم خونه. این بار مطمئن‌تر از قبل پا روی پله های قایق گذاشتن. روی عرشه فلورستان منتظرشون بود و با افتخار به اونها نگاه میکرد. مرغ دریایی به اونها تبریک گفت کارتون خوب بود بچه ها. گنج هاتون رو پیدا کردید و به خوبی ازشون استفاده کردید. وقتشه برگردیم خونه. بچه ها شروع کردن به شکایت کردن. فلورستان گفت هیچ شکایتی نباشه. ستاره صبح داره می درخشه. این یعنی این که طلوع آفتاب نزدیکه. دیگه باید توی تخت خوابتون باشید. اما میتونید جایزتون رو با خودتون ببرید. جعبه گنج. بچه ها و روکی گفتن جعبه؟ ولی اون که خالیه. مرغ دریایی گفت دوباره نگاه کنید.
همه به نوبت به سمت جعبه رفتن. منتظر بودن که چیزی جادویی ببینن. الکسیا گفت فقط یه آینه ته جعبه چسبیده. فلورستان پرسید توی آینه چی میبینی؟ بچه ها گفتن معلومه، صورت هامون. چه چیز دیگه ای میشه دید؟ مرغ دریایی گفت همین دیگه، بهتون گفتم که هر کدومتون یک گنج دارید. وقتی شک دارید یا میترسید جعبه جادویی رو باز کنید و صورتتون رو ببینید. اینجوری هیچ وقت یادتون نمیره که شما بهترین گنج دنیا رو درونتون دارید. شما به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. الکسیا با خنده گفت واقعاً بهترین گنج دنیا رو درون خودم دارم. تاسی با خوشحالی تکرار کرد من هم بهترین گنج دنیا رو درونم دارم. همه گفتن منم. در همین حین بچه ها و روکی با مرغ‌های دریایی و ملوانان آواز میخوندن و میرقصیدن. دوست عزیزم که توی خونه هستی، تو هم جشن بگیر. یادت باشه تو هم درونت بهترین گنج دنیا رو داری. خب بچه های عزیز و دوست داشتنی، وقتشه که فعلا با هم خداحافظی کنیم. ادامه این داستان رو در قسمت بعد میشنوید.